سلام، ساعت 1:30 شبه. در واقع شد 2 فروردین. ما داریم کم کم وسایلمون جمع میکنیم. خونه هنوز داغانه. ولاگ خونه رم که میذارم براتون یا گذاشتم نمیدونم این ویدیو که آماده میشه. داریم وسایل جمع میکنیم بریم چابهار. حالا الان میخوایم وسایل جمع کنیم خونه مامانم اینا بهمون نزدیکه دیگه. بعد از خونه مامانینا بریم فرودگاه. جوری بچه ها هم میخوام من خونه مامان بزرگشون. موهامو اومدیم جزیره. واقعا هیچ جا اینجا نمیشه، هیچ جا. واقعا بهترین جای دنیاست جزیره. بچه ها رو آوردیم اینجا. بعد که همین الان ساعت 4:30 ما 6 بعد را بیفتیم بریم. هنوز نخوابیدیم، کلی هم خسته ایم. کار خونه، ادیدنی. 1 ساعت خوابیدم. وای خیلی دوست داشتم زیاد بخوابم. داریم میریم. ورزش فک داریم علی آقا. هوا 12. آقا چرا این بهار هواش اینجوریه خدایی؟ یهو از مثبت 50 میشه منفی 100. داریم میرویم. بریم ببینیم چه خبر. کیمیا رو اشتباه نوشتن ابله‌ها. وای نذاشتن براش. یه چای کیک گرفتیم. داریم هندل کنیم خودمون رو لود شیم تا سوار اتوبوس شدیم. تأخیر داشت. لد شدیم دیگه بخوابم. داره کم کم میپره. چرا پوف من نمیره؟ بخوابم فقط بپره بخوابم. از اول ویدیو دارم میگم بخوابم. جوری گرمه. ما تاکسی گرفتیم، استاپ گرفتیم تا هتلمون. با عین هوای مثلا تیر ماه شماله. اینجوری مرطوب و گرم. تهران بارون. ولی گفتم یکیش کاپشن برداریم فلان. قرار میرم جا تو سویچرت هم خفه میشم. خوابیدم پا شدم رسیدیم هتل و ما داشتیم هتل میگرفتیم. هتل لیپا جا نداشت. سپیده هم چیزی ریزن لولش پایین تر. اون پر شد. حالا کار نداریم. الان اتاق 1 ساعت دیگه بهمون تردن. بعد با دوستامون قرار گذاشتیم ما 1 ساعت دیگه خیلی حالا وسایل قرار تحویل بدیم. بریم تو لباس خونه لباس عوض بکنیم بعد بریم. مثل جوشن شده من. توضیح بده خب الان در چه وضعیتی از اتاق ما تحویل. الان تازه رسیدیم. من گشنمه به شدت نشسته داره ریمیل میزنه. بابا نخوابیدم من. دوست دارم اون ریمیل رو بیب. نه نخوابیدم من. خوابم به هم ریخته. چشام جمع شده. اگر نه رشت نمیکردم. من رفتم رستوران خیلی سبز اینجا. مگه میشه جوری سبز بشه اینجوری؟ بریم ببینیم. ولی آقا بخش بریم خوشگله. اینو ببین. نه از رستوران خلیج که این براش دریا. فضاش خیلی فضولی و قشنگه. بختیاری از همه جا بلاک. تنهایی داره سلفی میگیره. بلاک فور ایور. این به اون 60 در قد گرسنمون بود دیگه. اصلا چیزا کم که فیلم و اینا بگیم.
من علی تو چه خواهده بودی؟ ماهیشی کباب خوب بود غذاش خدایی اومدین چابهار حتما بیاین اینجا. هوا که انگار شما پای کشیدی باد میاد. منم که دریا شدم خیلی قشنگه. دنبال توری به اینجا که جایی داشته به تور بریم خودمون نریم. اینجا بازار صالحیارشونه، همه چی هم داره، چینی لباس میداره. زود اومدیم آقا علی بیا اینجا، چقدر اتومو اینا داره. اومدیم سوشو اینا رو اینجا خواهیم المای الهه تست میکنیم. اله دوبار کشیدم. آمار پا نظری نداری؟ خیلی عالی. ببینم نتیجهش خوب. آقا من قبل اجرا بعد اجرا نتیجه ایشون. آب زیتون محلی میخوایم تست کنیم. ابتدا در رو باز کرده. اما فیلم بگیر شما فیلم نبودین اشکال نداره. من تو بخور اول تو خوبه. اون شیر سویای خیلی بد. خوشمزه. بریم بخریم از این خوشمزه. این روزها همه آب زیتون میخورن. شما چطور؟ زیتون علی وقت به شما تست کن. نه نمیده. خوشمزه بود. خیلی خوشمزه. این پاساژ چیسته همشون عین هم فرق نداره. به ساعت برسیم. یه ذره برای شما ها ریمل خریدم که چجوریه. این پاساژ صدفه یه ذره این پاساژ بهتر. الهی اون خرسی پشمیه رو از این زردچوبیا. این فقط یه ذره خوشگل بود بقیه‌اش نه. برای جانا این صورتیه رو خریدم. اینجا مغازش خیلی خوشگل بود. علی یه دونه متشکرم. خدا برکت. حال گشت و گذاریم همینجوری داریم میچرخیم. چیز خاصی هم پیدا نمی کنیم. پس روش هم باز ابرش هم بهتر از اون یکی هست. جا رو پیرهن و اینا از این الهه این از این خونک هست ها. اینا شما میخواید بشینید راحت باشید. اینه لبخندت برم. چه حسی داری؟ مغازه خیلی معلومه چقدر صورتی بکرم دوست دارم. خیلی خوب خیلی برشگاه و اینا بود. بعد مثلا قیمتش خیلی خوب بود. حالا داریم باز نگاه بود. ایدار من میبره. اینجا هم یکی دیگه از مغازه هاشونه. به به ما عاشق اسنیکرزم. حیف کاش جنم سرلی بود اصلا چاق نمیشدم. اینجوری نظر اسلامی این بازار تیز اونقدر لوازمای جینگل بینگل داره. اینجا لباس و قیمتش هم خیلی خوبه. مریم این دمپایش اذیتش کرد رفت سیک خرید پوشید. دارم فیلم میگیرم. بیاید تا بریم بیاید. اینم ساده است ولی اینجا شاید 265 تومن. بعد من توی پیج خودم نخریدم 700 تومن نداشتن. گودبای. چوبیا رو مثلا این گنده ترین گرداشه میده 210 تومن.
من فکر کنم خریدم 560 تومن. بعد اینجا الان این قیمت. من این شکلیم. اینجا این قمقمه رو ببینین 120 تومن. این 120 تومن چقدر رفته تو پاشم. ظرفچوبیا و اینا کاش چی نمیخریدم. ببین مثلا همه چی اون دفعه قبلی خرسی هم همون دیگه. من قدم 290 تا جون 68,000 تومن. این ماگا رو ببین 45 من کوکو برم میکنم همه باز میده. مثلا اینا رو ببین این قشنگی. من قلبم وایساده علی اصلا اون بر. حالا بذار بریم. من از این قالبا برداشتم 60 تومن فکر کنم همینجوری. بذاریم ماگا رو ببینم ایناش هم. اینا که مثلا تو تهران 380 تومنه علی. اینا 380 فلان. اینجا رو اینا من این مدلی خریده بودم. دیره من دارم میگم در اومده کاسای صدف علی از این شلوار لنیناش میخواد نیست شده قشنگ هیچ جا نداره. اینجا این پاساژا رو فردا دوباره بیان. از این اسپرسو سازا دلونگیا اینا اسپرسو هنوز مونده. چیزای قشنگ داره. همین چیزا هم براتون میگیرم ببینید. کجا بازه؟ کمربندشون هم هسته فکر کنم. کمربنده بس. آه کمربنده. چیز زدی؟ نه. نه آقای پرشن. روزه دوم سفرمونه. حالا داریم دنبال پسرم میگن. بعد هم داریم به جایی دیگه. حالا این وقتی فکر کنم. سریم و باد برد من بادو رو سری بادو اومدیم درک. حالا زنم حدثی میگم بزنم بردارم نخلش خواست داره ما رو میبره. داریم میریم سوار قایق چیم. میخوایم گفتم بریم چی رو ببینیم؟ تلاقی دریا کویر رو. آها تلاقی دریا کویر داریم میریم ببینیم. آبی بیا ازم بیا برو تو. بریم. وسط
کویر اینجوری پر خاک اندازیم بریم یا نه؟ از این باسلاغاست که گل میپاشه این آتش باشن. اگه رفته امتحان کنم میتونیم بیرون برونیم یا نه؟ بو خاک میاد اصلا. تنکره چی شد؟ شیرم درشتره نمیشه؟ اینجا یه بونگردی اصلا مردی غذا بخوریم. خیلی هم خوشگل همه چی. خیلی از شانس ما برده تاقش این شکلی اون سقفا رو یا اسم دریای بزرگه خیلی خوشگل دریا خیلی شلوغه فقط. بعدیم یه بازار چینی دیگه ببینیم که چی هست و اینا چقدر نرمه چی هست و چی نیست. فقط میخوام قیمت ها رو ببینیم به این بزرگی. نگاه کن پایینو. اینجا یه بازار چینی دیگه است که خیلی ارزونه همه چی واقعا ارزونه. نگاه کن اینجوری پشمام ریخته. فقط ماگا رو ببین این برو چقدر خوشگل هست رو ببین چقدر 45 تومن. اینا هم یکیش 90 بود اینا هم 48 بود. خیلی خوبن. ما باز هم اومدیم خلیج. علی باز هم میخواد ماهی شیر بخوره. اسوال نشه نمونه کرد ما رو. خیلی اینجا خوشمزه بود حتما بیاین اینجا. اومدیم یه چایی بخوریم بعد غذا و اینجوری یکم به شما هم نشون بدم. این ته اینجا دریاه. روز سوم از سفر اومدیم چیز از چی بود؟ تمساح. پرورش تمساح. آره پرورش تمساح ببینیم چجوریه. این منم فیلم بگیرم براتون. این هم مدلی ضد آفتاب نداری میگه اون بر دریاه کویریه و بریم ببینیم چجوریه. خیلی محرومن آدم واقعا دلش چی میگن عروسکشه مجسمش. من اون لود نشدم خیلی خوابم میاد. اینجا خوشگله کوه. اینجا این مدلیه که اون زیره تسلیش سوخته. خب نزدیک‌تر شدم نشون بدم. علی مگه اینا قربن مگه زویه برگرده بینه چه؟ بیو چرا دهنش باز اونه اونی که اینجوری لش کرده اینجا بوی. علی مرض کرمی یعنی ای چندش ترین اینا فکر کنم مقلدان. پس اونایی که تو فیلم ها میبینیم که خیلی درشترن. گندو
سری دومی عجب پای همچین جاییه. عجیب اصغر این تمساحه، این هم مردابیه پر کوزه کوتاه. من بنده ضد آفتاب خالی کردم دستم. علی بختیاری هستن ایشون. گرم امروز بیش از اندازه گرم شد. باد نیست، فقط آفتابه. اومدیم پازما دیگه روی ارتفاعی دنیا نارش هم هندلیه گرمه آفتاب سیاهی خیلی خوشگله واقعا. به به پاپوشون اونا بردن دقیقا لحظه رو فیلم گرفتم. به به بیش از اندازه خوشگله. خیلی پوزیز اسمش با بخاطر اینکه شبیه پوز است بین این برشم آبه اون برشم آبه بهش میگم پوز. خیلی خوشگله. این منطوری کوه دریا قشنگه. موجی زن خیلی خوشگله. بگیر مجلی الان هیچی نمیخوام آب بخوره بهم نتبت میخوام بخوره بهم. اینجوری و هاو یا خدا به این زیبایی خلقت چقدر زیبا چقدر خوشگل خیلی قشنگه واقعا شهر قشنگه. دلفی من کار شده رفته تو جسش کنیاد رول تماشای طبیعت یه متوجه شد فکر میکنه عکسه ولی من به خاطر 4 تا عکس موجدار من لیشات دارن بکیو ببین از کفشام عقب خیلی خوشگل میشه. رفت زد رفت عقب. خیلی لاک پشت اینجا اومده خیلی جای خوشگلیه بهشته. اینجا صخره نیست دیگه. اینجا خشک خوش این من فقط مرده. بگم نزدیک علی لای پشت مرده. این پشتشه یا جلوشه؟ نه جلوشه پوسته دستاشه. غار معروفه خیلی عکس گرفتن. الان گفت آب بالاه امروز دریا خیلی موج داره نگاه کن. بعد گفت نمیتونیم بریم بعد بریم از بالاش فقط نگاهش کنیم داخلش نمیتونیم بریم. ما 2-3 تا جای دیگه هم خواستیم بریم دیروز به خاطر آب و هوای زیاد یعنی بعد نتونستیم بریم. جا هم داره گونه های جانوری باز میبینه. ولی آب خیلی داخلشه نمیشه رفت داخلش. خیلی زلاله فوق‌العاده است.
سامنا عوض کردیم و اینا اومدیم رستوران حاج رضا. دوباره ماهی. علی هم طبق معمول خیلی گرسنشه. بچه هم خیلی سوخته. ماما خوشو پسشو. علیم اسکله گفت اینجا بزرگترین قسمت صیادی ایران. کلش فیلم میگیر، خیلی جالبه اینجا. آره. کلشو چی با هم دیگه داریم میریم دیگه. منو تو این بلاک زیاد ندیدیم، فقط عکس هم گرفتیم اینجا. کله رو بدون. بذار عکس بگیرن. بیا پایین نری. نه، بکنم نمیام. بذار برم قطع کنم برم بالا. بیایم تو. آه خفنه. چی بود؟ بله ناخدا نشینه صدا من. اوه میام پیشتون با خوشحالی با بسفنجی عشق آبه این توپالی با بس بوق نداره؟ بیا منم عکس بگیر ای مرد. یه ویو کلی بهتون نشون بدم بادم میاد. اینجا چجوریه؟ اون بالا بود الان داری بالا میشی میای وسط کشن این پایینشه. چه بویی میده. آها دیگه خفنه. کامل دارم براتون میگیرم خدایی. آها من اینا رو تو فیلم ها دیدم. اینجا فکر کنم جایگاه قاچاق اوناست. علی تو فیلم ها دیده بودیم سمیرانی ترلنجی اون تره میکنم. بریم نریم. هیچ خیلی بوم میاد خیلی. یک فلش بنداز. نورت خاموشه عشقم. معلوم نیست. عینه بایشونه. بخشی توالت اینجا. آقایی که ما رو میچرخونه گفت بیان. اسم اینجا چی بود؟ بندر کناره. اینجا همه چی استوکه. سره اصلا قشنگ نیست. ببینید دو قشنگ دونا اومدیم. این مدلیه فضاش خیلی قدیمیه همه چی. اون یکی گذاشتشون هم همچین لوکس و اینا نیست اما اینا دیگه خیلی قدیمیه. خیلی آبیره بزنیم و بریم. هم بریم بازار سنتی. بریم. یک گرفتیم. من آقای داره از اینجا میگه که اینقدر بده اینقدر هیچی نیست ولی همه چی داریم ولی اینجا هیچی نیست. الان یه 20 لیتری بنزین من امشب گرفتم. چقدر گرفتم؟ یک و خیلی هم بد رانندگی میکنم. امشب یه 20 لیتری تا یک بخورم. و خورده ای؟ ببخش یه 70 لیتری یه باک بنزین یک خورده. چرا آخه؟ اومده سهمیه اینو کرده 260 لیتر 260 لیتر 4 روز 5 روز پژو با مسافر کشی میبره. حالا این یه گوشه هست اینقدر میگن اصلا من دلش کباب میشه.